الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين بإذن الله سبحانه وتعالى. این حلقه چهارمی ما از شرح کتاب اصل السنه و اعتقاد الدین است. و اولا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران موحد که در این پخش مستقیم حضور دارید، الله به همه شما برکه بدهد و توفیق فهم صحیح را به ما و شما نصیب بگرداند. در حلقه گذشته و پیشش درباره ایمان صحبت کردیم و به شما بیان نمودیم که علمای خراسان و علماهایی که از منطقه من و شما بودند همه علمای بزرگ از بگویم تابعین، تبع التابعین، تبع التابعین، اهل سنت و الجماعت بودند که عقیده داشتند که ایمان قول است و عمل است و اعتقاد است، زیاد و کم می شود. و اعتقاد داشتند که کسی که عمل را بالکل ترک کند کافر می شود و مسلمان نیست. و اعتقاد داشتند که کسی که شرک اکبر و کفر اکبر را کند مشرک می شود، که حالا به این سخنها در آینده می رویم. و در باب صفت هم اعتقاد داشتند که صفتها را ما قبول میکنیم، هر چیزی که الله خودش به خودش اثبات کرده است. تحریف، تعویل، تمثیل، تشبیه نمیکنیم. این بود عقیده علمای بزرگ خراسان. اما شیطان اللعین الرجیم حرکتش را کرد. اون قسمی که به الله خورده بود که فبعزتک لأغوینهم اجمعین، ای الله قسم به عزتت که من همه بنده هایت را گمراه میکنم، او حرکت کرد و شیطان در بین خراسان، بگویم در بین علمای خراسان، علم کلام و فلسفه را وارد کرد. اولین سرشوی اختلاف و اولین سرشوی گمراهی در باب ایمان، در باب کفر، در باب اسما و صفات، این از علم کلام و فلسفه به وجود آمد. علم کلام و فلسفه به وجود آمد. شما عادتاً بسیار از ما میشنوید که علم کلام، علم فلسفه، این چی علم؟ این چی گفتن علم است؟ چی معنی دارد؟ فلسفه چی معنی دارد؟ فارابی، کندی و دیگر از علمای اینها میگن که معنای فلسفه در اصطلاح میگن علم بالموجودات بما هي موجوده، علم داشتن به چیزهای موجود، به اون چیزی که موجود است. یا که کندی کمی معروفتر بیان میکند، علم فلسفه میگه علم الاشیاء بحقائقها الکلیه، علم داشتن به چیزها به حقیقت کاملیش، یعنی 100% به یک چیز کاملا علم داشتنش از همه جهتش. فلسفا از همین جهت گمراه شدند. فلسفا خواستند که درباره الله 100% علم داشته باشند از همه جهت، حتی به کیفیت هم داخل شدند. و یا درباره آخرت، درباره عذاب قبر و درباره جنت و نار، آتش جهنم، اینها خواستند که بفهمند. اما این امور غیبی هست و بالاخره گمراه شدند و انکار کردند. فلسفه از شما می طلبد که هر چیزی که دیدی، نظر کردی، فهمیدی، از همه جهتش فهمیدی، به همون باور میکنی. اگر ندیدی، فهمیده نتوانستی، نظر کرده نتوانستی، از همه جهتش دیده نتوانستی، پس این رو انکار میکند. از همین جهت فلسفه بسیار چیزهای غیبیات رو انکار کردند و دنیا رو دنیای چی گفتند؟ قدیم گفتند، حادث نگفتند، به وجود آمده نگفتند. و از همین جهت بسیار گمراهی رو به وجود آوردند. این علم فلسفه بود. و علم کلام علم النظر و الاستدلال میگن، علم نظر و استدلال. علم کلام و علم فلسفه نتیجه اش یک چیز است، لیکن از هم دیگر فرق دارد. فرقش همین است که فلسفی ها، فلسفه ها، اینها یک چیز رو
حقیقتش رو کفتکوف میکنند، حالا ایمان نآورده و باور نکرده کفتکوف میکنند. علم کلام یک چیز رو باور میکنند و بعد از این دلیل های عقلی رو کفتکوف میکنند تا که همین چیزی باور کردهشون رو اثبات بکنند. علماهای کلام مثلا اول ایمان میآورند به الله، به جنت، به روز قیامت، مثلا به عذاب قبر و به جهنم و غیره ایمان میبرند و بعد از این عقل خود را استفاده میبرند و دلیل های عقلی میکوبند، به دلیل های قرآن و سنت اکتفا نمیکنند. اما فلسفا ایمان نآورده، حالا به هیچ چیز ایمان نآورده، اینها فقط حقیقتش رو کفتکو میکنند. لیکن نتیجه هر دوش همین است که استفاده بردن عقل و فکر و تفکر و حقیقت یک چیز رو فهمیدن که البته هر دوش مذموم است. هر دوش مذموم است. ما میگیم استفاده بردن عقل جایز است، اما در دایره شریعت. وقتی که از دایره شریعت بیرون میشوید همین عقل شما رو گمراه میکند. پس این همه علمایی که در حلقه گذشته ذکر کردیم که علمای سلف صالح، علماهایی که از خراسان عقیده همه اشون موافق قرآن و سنت و موافق سلف امت بود، از اون علمایی که نامبر کردیم، اما در بین اینها به وجود آمد علماهای مذموم. مذموم چیست؟ مذموم یعنی علماهایی که بد کرده شده، بد مذموم بد کرده شده، علماهای بد به وجود آمد. این علماها علمای حدیث، اهل حدیث نبودند، علماهایی که پیروی از منهج صحابه و تابعین و تبع تابعین نمی کردند، بلکه اینها علم کلام را منهج خود گرفتند و علم فلسفه را منهج خود گرفتند. و در خراسان هم علم کلام و علم بگویم فلسفه و منطق منتشر شد. انا امروز نتیجه همون علم کلام و فلسفه رو ما میبینیم. ملحد شدن، انکار کردن دین، رد کردن و راضی نشدن به احکام شریعت، انا همون از نتیجه علم کلام و علم فلسفه به وجود آمده است. و همه فرقه های باطل اکثریت اونها و یا بگیم همه اونها سبب گمراه شدنشون به علم کلام است، به عقل را پیش از قرآن و سنت گرفتن و عقل را به قرآن و سنت تسلیم نکردن و یا از علم فلسفه است. بارک الله فیکم. اولا علم فلسفه اصلش در یونان، امروز اروپا، در یونان به وجود آمده که ارسطو، بگیم افلاطون اینها اصل همین علمی فلسفه هستند که این علم پیش از تولد شدن عیسی علیه السلام به وجود آمده است در یونان. پیش از عیسی تولد شدن، ببینید، یعنی پیش از میلاد، این سال شماری میلادی که امروز وجود دارد حاضر 2020 باشد، اگر پیش از این 2020 پیش از این چندین سالها پیش به وجود آمده و بالاخره انا همین علم در خراسان و در بین امت اسلام پهن می شود و امروز عقیده اشعری ها و ماتریدی ها و صوفی های قبوری اکثریت از همین علم فلسفه گرفته شده است، نه از قرآن و سنت، از علم فلسفه و از علم کلام گرفته شده است. افلاطون و ارسطو و از همونها. و بزرگترین انسانی که تاجیک‌ها را، ملت فارس را سبب گمراهی ملت فارس شده و گمراه کرده است، اینها یک چند نفر هستند: جعد ابن درهم الخراسانی، جهم ابن صفان الخراسانی و کرامی، محمد الکرامی الخراسانی و این چنین ابن سینا و دیگر از علما که اینها بین انسان‌های کلامی فلسفی بودند. پیامبر صلی الله علیه وسلم در حقیقت در یک حدیث ها گفتند که فتنه از سوی شرق به وجود می آید. علمای خراسان خدمت بزرگی را به اسلام کردند، اما این چنین علمای کلامی فلسفی که اسلام را
به نهایت ضربه زدند و به این نهایت سبب گمراهی مردم زیاد شدند و تا امروز این مشکلی وجود دارد، این چنین از خراسان برآمدند. شرق همین خراسان، همین گرد و اطرافی بگویم طرفای ما ایران و خراسان و از عراق این طرف است. اولین کسی که گمراهی را در باب ایمان و در باب صفات کرد جعد ابن درهم بود که در عراق کشته شد. در عراق در روز عید قربان یکی از امیرهای عباسی این را به قتل رسانید. گفت ای مردم، بعد از نماز بخیزید قربانیتون را بکنید و من هم امروز قربانی میکنم جعد ابن درهم را که کلام الله را انکار کرده و ابراهیم را خلیل نیست گفته است. به همین سبب حکم مرتد ماندند و قتلش کردند. و جهم ابن صفوان، این هم خراسانی، از خراسان. جهم ابن صفوان، ما وقتی که جهمی میگیم از خراسان است. این هم بارک الله فیکم. پس انا همون جهم ابن صفوان هم از خراسان بود. اولین کسی بود که در باب ایمان گمراه شده بود. اولین کسی بود که در باب ایمان گمراه شده بود و ایمان را فقط به قلب می دانست. اگر من الله را شناسید تمام است، یا که رسول الله را شناسید تمام است. اگر تصدیق نکنید هم، ضد قرآن و سنت عمل کنید هم، شرک کفر کنید هم، شما را مسلمان می گفت. و اینها کلامی بودند. جهم ابن صفوان کلامی بود که جهم ابن صفوان را در خراسان به قتل می رسانند. جهم ابن صفوان را در خراسان همچون مرتد 128 هجری به قتل می رسانند. و این چنین کرامی خراسانی بود که در باب ایمان البته که فقط چی می گفتند؟ به زبان لا اله الا الله گوید تمام است. مثل امروزه مدخلی ها که همچنین میگن که زبان کتی لا اله الا الله کسی که میگوید دیگر همه وقت مسلمان است. یا به مانند امروزه صوفی ها، امروزه اشعری ها و ماتریدی ها که کسی که به زبان لا اله الا الله گوید تمام به همون او هیچ وقت دیگر کافر نمی شود، مسلمان است میگن. البته این اعتقادی باطلی کلامی ها به وجود آمد و حتی مذهب کرامی را ببینید، سردارش پیروانش به کرام پیروی میکنند. انا همین کرام را امتحان میگیرند که یعنی چه خیلی آدم است، این مشهور شده که از عقیده باطلش مشهور است. ابن حبان در المجروحین ذکر میکنند از عثمان ابن سعید الدارمی که گفت، عثمان ابن سعید الدارمی گفت كنت عند ابراهیم ابن الحسین والی سیجستان. الدارمی میگن که من در نزد ابراهیم ابن حسین والی حاکم سیجستان در نزدش بودم که همین وقت که داخل شد از دخل علینا رجل طوال علیه رقاع فقیل هذا محمد ابن کرام. در همین وقت میگد محمد ابن کرام به نزد ما داخل شد در سیجستان. فقال له، پس به او گفته شد، ابراهیم ابن حسین همین والی گفت، همین حاکم به محمد ابن کرام یکی از مرجعه گفت که هل اختلفت الى احد من العلماء، یعنی در نزد یگان علمای به همین معنا که اختلاف کرده و نشسته تعلیم گرفته. فقال لا. قال فإلى عثمان بن عفان قال لا وإلى عثمان بن عفان قال لا فهذا العلم الذي تقوله من أين لك. یعنی سوال شد به کرام، به یکی از مرجعه که همین علمت را تو را از کجا گرفتی؟ ببینید در زمان قدیم هم سوال میکردن که تو از کجا علم گرفته؟ استاد تو کیست؟ مذهب چیست؟ از کجا علم گرفته؟ این آدم میگه که من از اینجا علم نگرفتم. میگه این علم میگه الله به دل من داد. میگه هذا نور جعله الله فی بطنی، این نوری هست که الله به درون من داد.
این ناممکن است که الله به درون شما علم دهد، زیرا که الله در قرآن خبر داد که علم می آموزید. الله خبر داد که علم می آموزید. بارک الله فیکم. علم ناآموخته گرفته نمی شود. اما این مرجئه ها میگن که بله علم الله به من داد. سوال میتید که اگر علم به تو الله داده باشد، آیا تشهد میدونی؟ تشهد خونده میتوانی؟ حتی در کتاب عربی آمده است که میگن که تشهد چیست؟ در دوام همین روایت آمده است. ابن حبان روایت میکنن که فقال تشهد چیست؟ به او گفتن که تشهد چیست؟ فقال اندر نماز بنشین، در درون نماز ششتن تشهد است. و بعد از این گفت که تشهد بخون. این محمد ابن کرام، مذهبی کرامی ها پیروی از محمد ابن کرام میگه تشهد خونده نمیتواند. التحیات لله والصلوات والطیبات السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. بعد از این السلام علینا میگه، علینا نه علینا میگه، و علی میگه، و علی عین کتنه و علی میگه. و یک چند خطاگی دیگر میکند که این محمد ابن کرام سردار یک مذهب رو ابراهیم میگه که اخرج، قم میگه، قم بخیز، لعنک الله، الله تو را لعنت بکند و بیرون شو میگه. و حتی از همین سیجستان هم برآورده پیش میکند. مقصد چیست؟ مقصد این است که بسیار این اهل کلام به مانند جعد ابن درهم، جهم ابن صفان، این محمد ابن کرام، به مانند ابو علی بن سینا و دیگر از علمایی که به نهایت فلسفه بودند و کلامی ها بودند، اینها وضو را نقض نمی فهمیدند یا که تشهد نقض نمی فهمیدند. بله مثلا ابن سینا یکی از علمای بزرگ فلسفه کلامی حافظ قرآن بود، در خرد سالش حافظ قرآن کرده بودند. اما بعد از اینکه سن سالش کمی کلانتر می شود، علم قرآن و علم حدیث اینها ترک می کند و دائما مشغول به علم فلسفه و علم منطق می شوند. از همین جهت از این علمایی که در خراسان علماهای کلامی بودند و فلسفه بودند و اینها در باب ایمان گمراه شده بودند، در باب کفر گمراه شده بودند، اسلام را خطا فهمیده بودند، یگان نفر از محدثین حدیث روایت نکردند. یگان نفر از محدثین حدیث روایت نکردند. اینها اهل حدیث نبودند، اینها اهل عقیده صحیح نبودند، اینها گمراه بودند. بارک الله فیکم. پس اهل بدعت هم در خراسان به وجود آمد. چنان به علم کلام داخل شدند و چنان به علم فلسفه داخل شدند که قرآن و سنت در یک طرف ماند و بالاخره مردم همین منطقه هم آهسته آهسته گمراه شدند. و امروز ما بعد از 1100 سال و 200 سال انم ببینید، من و شما رو ببینید، حالت افغانستان رو ببینید، حالت ایران رو ببینید، حالت بارک الله فیکم تاجیکستان رو ببینید، ازبکستان رو ببینید. انمین حالت ها به سبب کلامی ها، به سبب مرجعه ها انا همچنین به وجود آمد. بارک الله فیکم. از سبب علم کلام، زیرا که علم کلام این علم حدیث نیست، علم کلام علم قرآن نیست، فلسفه علم قرآن و سنت نیست. کسی که به علم کلام مشغول می شود، به علم فلسفه مشغول می شود، این قرآن و سنت را به یک طرف گذاشته است، فهم سلف صالح را به یک طرف گذاشته است و گمراه شده است و مردم را گمراه میکند. و امروز علمای تاجیکستان از این صوفی ها و از این ماتریدی ها ببینید، انا همین عقیدهشون کلامی هست. ما میگیم که الله در بالای عرش است. چرا؟ برای اینکه خودی الله گفت که الله در بالای عرش است. اینها میگن که اگر ما الله را در بالای عرش گوییم، این مکان میشود، این میشود، آن میشود، بالاخره به عقل پوسیده و پوچ خود در بالای عرش بودن الله را انکار میکنند. اینها کلامی اند. علمای تاجیکستان از این فلسفه، از این کلامی ها اگر نظر بکنید، همه مسئله که میگن کلامی است. اما دینی ما دینی بگویم کلامی نیست، دینی ما دینی فلسفی نیست، دینی ما دین قرآن است و سنت است با فهم سلف صالح. از همین جهت ما همیشه میگیم که قرآن و سنت با فهم سلف این امت.
اینها خودشان را حنفی میگن. در فقه در عقیده ماتریدی هستند. ابو منصور ماتریدی هم یک کلامی هست، فلسفه است. در عقیده ابو منصور ماتریدی در طریقت صوفی یا نقشبندی یا قادری یا مولوی همه اش گمراهی است. همه اش گمراهی است. شما باید این علما را بشناسید که اینها علمای سو هستند. اینها ایمان را خطا فهمیدند، اینها کفر را خطا فهمیدند، اینها بین کفر و ایمان فرق گذاشته نمیتوانند. و امروزه علمایی که به نام علما هستند و مفتی این طاغوت ها هستند، اینها همون شاگردان همون ماتریدی و جهم ابن صفوان و جعد ابن درهم و شاگردان همون هستند. اینها حیرت زده ها هستند. اینها توحید را نمیفهمند و بوی توحید را ندارند. و البته یکی از دولت هایی که سبب علم کلام را پیشرویش را سبب شد و منطقه خراسان را به علم کلام و فلسفه زیاد کرد، این دولت سلجوقیه است. دولت سلجوقیه در اول اهل سنت و الجماعت بود. اولی دولت سلجوقیه در پیدایش اولش دولت اهل سنت و الجماعت بود. اما وقتی که امیر اولش وفات میکند، نظام الملک این دولت را به عهده میگیرد و بالخصوص منطقه ماوراءالنهر بگیم خراسان، ایران، این طرف بسیار طرف ها را مجبور به علم کلام میکند و مدرسه های کلامی را زیاد میکند و مردم را به عقیده ابوالحسن الاشعری میکشد، به عقیده ماتریدی ابوالحسن الاشعری مجبور میکند و از نظر فقه اینها شافعی بودند. و بالاخره با همین واسطه عقیده ابوالحسن الاشعری و عقیده ابو منصور ماتریدی، این دو عقیده کلامی، این دو عقیده که مخالف قرآن و سنت است، در بین امت اسلام پهن می شود. اناکنون دیدید که در اول اسلام عقیده کلامی نبود. اناکنون فهمیدید که در اول اسلام عقیده فلسفه‌ای نبود. اناکنون فهمیدید که در اول اسلام اشعری، ماتریدی این چنین عقیده نبود. و همه سلف این امت اجماع کرده بودند که جهم ابن صفوان کافر است. عقیده جهم ابن صفوان مثل عقیده امروز اشعری ها است. همین امروز اشعری ها عقیدهش مثل عقیده جهم ابن صفوان است، در باب ایمان، در باب کفر، در باب صفات الله، در باب اسماء الله. از همین جهت بسیاری علمای امروزه اشعری ها رو هم میگن فرقه کفری است. میگن در همان زمان میگفتن. نظر کنید به ابو اسماعیل الهروی در کتاب ضم الکلام 2000 علما رو نقل میکند که اشعری ها رو تکفیر کردند. سبحان الله. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینها دین را از قرآن و سنت نگرفتند، از عقل گرفتند، از فلسفه گرفتند، از منطق گرفتند، گمراه شدند و به مردم در کفر و دروازه شرک را باز کردند. اکنون بعد از این همه شما خوب درک کردید که در اول همه فارس ها، همه تاجیک ها، همه علما، اینها چخیلی که امروز ما میگوییم که قرآن و سنت با فهم سلف امت انا همین طور بودند. اما آهسته آهسته مردم به علم کلام در آمدند، به علم فلسفه در آمدند و گمراه شدند. و امروزه انسان هایی که اشعری، ماتریدی، صوفی، قبوری، کلامی ها هستند، مرجعه ها و غیره، اینها پیروی از علمای گمراه کردند و ما پیروی از سلف صالح میکنیم، از علما میکنیم، بمانند ابو حاتم الرازی، ابو زرعة الرازی و بمانند صدها علمایی که دیروز نامهایشون رو نامبر کردیم. بارک الله فیکم. پس مختصری سخنی ما چی است؟ مختصری سخنی ما این است که انمین کلامی ها، انمین فلسفه‌ای که قرآن و سنت را به یک طرف ماندند و به علم کلام و فلسفه رفتند، اینها طهارت کرده نمیتوانند، معنای لا اله الا الله را نمیدانند، تشهد را نمیدانند. حتی ابو اسماعیل الهروی نقل میکند در کتاب ضم الکلام و الرد علی الجهمیه، در یک کتاب دیگر نقل میکند که ابوالحسن الاشعری حتی نماز نمیخوندم. میگه مرحمت به کتاب ضم الکلام نظر کنید، به سخنهای ابوالحسن الاشعری، ابو اسماعیل الهروی نظر کنید. میگه نقل میکند یک روایتی رو از هم پهلوی ابوالحسن الاشعری بوده. البته ابوالحسن الاشعری در آخر توبه کرده و در آخر در عقیده صحیح وفات کردند و در آخر البته که قسما به عقیده اهل سنت و الجماعت بازگشتند. اما در حالت اهل بدعت بودن اینها همچنین هستند. امروز صوفی ها را ما میبینیم در تاجیکستان و در افغانستان که
نماز بامداد رو نمیخونند، نماز ظهر رو نماز رو نمیخونند. میگید که چرا نماز نمیخونید؟ میگن که اینها در مکه رفته نماز میخونند. دروغ است، اینها اصلا نماز نمیخونند. برای اینها زنا حلال است، برای اینها شراب حلال است، برای اینها ربا حلال است، برای اینها همه فحشا حلال است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دین اینها عقل است، دین اینها انم فلسفه است، دین اینها افسانه است، قرآن و سنت نیست. از همین جهت از این علماء سو، از این علمای درباری ها دست کشید. شاگردای اینها امروز مثلا در تاجیکستان میبینیم نوارهای زیادی رو حاجی میرزا داره صحبت میکند. حاجی میرزا در کجا خونده؟ حاجی میرزا یک کلامی هم نیست، فلسفی هم نیست، یک جاهل است. اگر از علم کلام هم این جاهل است، از علم فلسفه هم جاهل است، لیکن با وجود همین جاهلیش مردم را گمراه کرده شده است. از قرآن و سنت مردم را دور کرده شده است. بارک الله فیکم. پس همه این علمای سلف اجماع میکنند. حتی امام بخاری وقتی که به خراسان میبیند، وقتی که میبینند که علمی فلسفه و علمی کلام جوش زده شده است و در باب ایمان گمراه شدند، امام بخاری میگویند که من 1000 علمای سلف را از حجاز، از یمن و از این شام و مصر و این و آن به شما نقل میکنم که همه اشان میگفتند که ایمان قول است، عمل است، اعتقاد است، زیاد و کم میشود. عمل از ایمان است. از همین جهت سلف این امت گفتند که هر کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله گوید اما عمل نکند، نماز نخواند، کافر است. زکات ندهد، کافر است. مثل امروزه نیست که الحمدلله من دلی من پاک است، من مسلمانم بگوید و بگردد. و اسحاق ابن راهوی یکی از علمای بزرگ خراسان گفتند که سلف این امت هر کسی که میگوید که ایمان قول است و عمل است اما عمل را ترک کردنش را کافر نمیداند، ترک کننده جنس عمل را کافر نمیداند، این مرجعه است. از همین جهت ما امروز مدخلی ها را مرجعه میگوییم. مرجعه، حتی مرجعه غلات شدن اینها، مذهب جهم ابن صفوان رو زنده میکنند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مدخلی ها ایمان قول است، عمل است، اعتقاد است میگند. عمل را از ایمان میدونند، لیکن ترک کننده عمل را، کسی که عمل را انجام نداد، بالکل ترک کرد، آیا کافر است یا نیست؟ در نزد مدخلی کافر نیست. اسحاق ابن راهوی میگن که کسی که ترک کننده جنس عمل را مسلمان شمارد، فقط بلا اله الا الله گفتن، این البته که مرجع است و از غلات مرجع است. انکنون فهمیدید که مدخلی ها، اشعری ها، ماتریدی ها و قبوری ها همه اینها در باب ایمان گمراهند. گمراهی بعضی از اینها آشکار و واضح است و گمراهی دیگر اینها کمی پنهان است. وقتی که ایمان را خطا فهمیدند، بالاخره کفر را هم خطا فهمیدند. در نزد اینها فقط کفر اعتقادی وجود دارد، کفر عملی وجود ندارد. از نظر جهم ابن صفوان فرعون هم شیطان هم مسلمان است. از نظر کرامی ها بسیاری کفرها مسلمان است. از نظر اشعری ها و از نظر این بگه ماتریدی ها همه کفرها اکثرش مسلمان است. انا این است که ما میگیم عقیده اینها باطل است. پس ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی آشکار و واضح گفتند که ایمان قول است و اعتقاد است و عمل است، زیاد و کم می شود. هر کسی که عملی اسلام رو کرد، نماز خواند و زکات داد، البته بعد از این مسلمانیش ثابت می شود. اگر عمل نکرد مسلمان نیست، نماز نخواند، کافر است، به اجماع صحابه است. ایمان او به او فایده ندارد. ایمان زیاد و کم می شود. چقدر حرکت به اسلام بکنید ایمانتون همون قدر زیاد می شود. چقدر به اهمیتی کنید ایمان شما کم می شود. و اگر به اهمیتی کنید و نماز را ترک کنید کافر می شود انسان. این در نزد اهل سنت و الجماعت است. بارک الله فیکم. با همین این حلقه را به پایان می رسانیم که شما باب ایمان را کاملا فهمیدید. علماهایی که خراسان بودند و سلف بودند و صالح بودند و عقیده درست داشتند در اول و بعد از این چگونه خراسان ویران شد و عقیده اسلام به واسطه کلام و به واسطه فلسفه این را فهمیدید و فهمیدید که عقیده این همه فرقه های باطل در باب ایمان البته که خطا بوده است و اینها از اهل حدیث و از اهل عقیده نیستند، اینها از اهل کلام و فلسفه هستند. بارک الله فیکم و حیاکم الله
بياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.